آقا امروز اومدیم با یه قصه‌ای که خیلیاتون دیدین توی تابلو برق یا جعبه فیوزای خونه، ولی یا اسمشو نمیدونین یا کارهایشو نمیدونین. ببینید، این بهش میگن محافظ جان یا کلید نشتی جریان. کارش حفاظت از جان انسان در برابر هر گونه خطر برق گرفتگی. این سه فازشه و اینم که تک فازشه. یه کلید این بالا داره، میبینین روش تی نوشته، این معنای تسته. خب اینجا حتی نوشته تست. خب اینو وقتی که نصبش میکنین با این کلید، وقتی فشار بدین میتونین تست کنین که آقای محافظ جانتون درست کار میکنه یا نمیکنه. این هم که خیلی ساده است. طریقه نصبش چطوره؟ طریقه نصب فازهای ورودی. حالا فازهای ورودی اون تابلو یا برق خونه جعبه فیوزتون، کابل اصلی که میاد توی جعبه فیوز باید بدین به این محافظ جان. حالا تک فاز یا سه فاز فرق نداره. و بعد از این محافظ جان خروجی های اینو به کلید مینیاتوری یا همون فیوزا به اونا منتقل میکنید و استفاده میکنید. ببینید خیلی رایج بین بعضیا میگن خب محافظ جان نصب کنیم که از آتش سوزی خونمون جلوگیری بشه یا مثلا اتصال کوتاه نکنه. این کارش حفاظت از وسایل خونه شما نیست، کلید نشتی جریان بچه‌ها. یعنی برقی که وارد مدار میشه با برقی که از مدار خارج میشه برابر باشه. اگر برابر نباشه برقی که وارد میشه و خارج میشه، کار اینه که اینو تشخیص بده و برق خونه رو قطع کنه که با دچار برق گرفتگی خونه، یا اینکه پشت پریزا یا کلیداتون معمولا شاید دیده باشین سیم آب شده، باعث این نشه. این کارش اینه و به همین راحت هم خودتون میتونید سیم کشی کنید. چیز ساده داره، زیاد سخت نیست. اگر آموزش های بیشتر میخوای حتما سابسکرایب کن و لایک و کامنت هم فراموش نشه. خیلی ممنون.